بخیر. علی عباسی هستم، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی پلی‌تکنیک. حدود 2 سال هست که به عنوان گرافیست توی انجمن علمی فعالیت میکنم و دوره‌های گرافیک و طراحی رو توی انجمن علمی برای بچه‌ها در واقع گذاشته بودم. این دوره‌ای که طراحی شده مختص بچه‌های متوسط اول به بالا، حتی دانشجوها هست که بتونن برای پوستر پرزنتیشنشون و ارائه هایی که داشته باشن طراحی گرافیک کار خودشون رو انجام بدن. تو این دوره کارکرد اصلی با نرم افزار فتوشاپ هست که حالا نگاهی به روتوش، فوتومونتاژ و تایپوگرافی داریم و از بقیه نرم افزار کمکی برای رسم نمودار و سرچ کردن تصاویر و جانمایی اونها در واقع کمک می‌کنیم.